دیدن دشت و دمن‌های سبزپوش و آسمانی صاف دل کس را باز هم بیشتر مفتون و تراوت زیبایی دیار نازنین می‌کند. بهاری رشت اگر همین خیلی به حد خوشرو اومد گرم نرم همه حوض تیاری علاقه دمای مرد کارهای بهاری شدن کلام کردن درخت‌ها و با شکل در آوردن درخت‌ها. مثال وقتی حود می‌دروه در همه طرف‌های بونم کوه‌های مونده قشلوق‌ها هوایی باید که خاک بشپن برفه وقتی به خاک میشپن همین نوروز نوشیده آبی خاک شپیدگی و برفا آب میشون میتونن گندم بشونن. تنها یک گندم نمیکنن تمامی هم 7 نمودی غله اساسی را می‌رسونن که در او برآمدن با برای کشت کار آیا موافقت میکنه یا نه با اینم میسنجیدن که موافقت در بار کار سر کنه. بیدارشوی طبیعت بهشت‌آسا را نه تنها مرد دهقان منتظر است بلکه همگان این ایام سبزی شروعش را به صبرانه انتظاری میکشند زیرا این موسم ما را با یکی از ممنوع‌ترین جشن‌های ملی ما نوروز که تاریخ کهن دارد آشنا می‌سازد. وقتی مثال می‌دونن چیله کلون 40 روزه چیله مایده 20 روزه با چیله خردک میگن هجده بسکش ما میگیم یه هجده بسکش 12 کاو گیره و پاک کوکو درنی حوت نردیش وقتی 12 تا 13 فوریه حوت میدرویا انا کس سالی که فوریه 29 روز باشه 39 روز پس نوروز میشه سالی که 28 باشه 40 روز پس نوروز میشه همین 21 مارس میشه. نوروز جشن جهانی شد با تشبث پیشوای ملت ما را امروز در تمام دنیا با شرافت همین مرد بزرگ فرزانه تاجیک علاقه تمام دنیا میشناسد که نوروز از آن ماست ما فخر میکنیم. یک نقلی هست که یک وقتی همین بهار میدروید یک نمود سنگ همین خیلی مچلکه وری لوی میشوه و تیز با سخت میشوه. در کتابی تاجیک‌های دلین قراتگینی دراز نوشته که در وقتش در همین قشلوق نودی ولی تیغه ملخوشوک بدون ملخوشوک زمینه ملخوشوک 600 سال پیش گذشتگی همین تا حسابگاری بود است که وقتی چیلوها را دیگر دیر میدرووردن 3 روز 4 روز بعد همین ملخوشوک میبرده ملوها را میشونده طوری سری هم سنگ میرفته او سنگ ها میشناخته در بخارا خواندگی مدرس کلام ده اما میگه استرینوژ کورچه تیز میگرفته است وقتی همین خیلی میزده دمی کورچه میدورماده است سنگ سخت میشده سال دیگه میرفته دسته کورچه را میقبیده میکشیده میبرووردهش حتی در یک ثانیه همین فصل هم دیگر حلش میکرده چون همون سنگ ملوی میشه و سخت میشه. بعضی سیاحان بعضی آدمان نمون کوشش میکنن که نوروز در حاضر تنجی و امروزی که در تاجیکستان جشن میگیریم. این است که نوروز برای مردم آریایی رمزی بیداری طبیعت و احیای عالم محسوب شده. آن پیام آوری ایام کشت و کار، رمزی روشنایی بر ظلمات، خوبی بر بدی و گرمی بر سردی است. جشن نوروز در فرهنگ مردم تاجیک به معنی روز نو و شادمانی آمده است. این نوروز جشن سرشار از شرافت و شفاعت و فیض و برکت. عید پیشترین ما از حساب شاه جمشید همین نوروز ای دوره جمشید آمدگی مودگی این نوروز در شاهنامه فردوسی آمدگی با همه بگیم شاعرای کلاسیکی ما درباره نوروز درباره مهرگان و درباره حوت همینو اثرا دارن سرودا دارن شعرها دارن. به یاد خودم سن 7 سالگی 6 سالگیم ده وقتی که جشن صدام ده مردم میرفتن همونجا برای کاری بهاری میرفتن بید میبریدن و انا تای خوک میکردن لخشه میکردن انا بعد دا آوردن نوروز بعد میرفتن لخشه ها را پشتورا میگفتن بردن به همونجا علاقه جفتی گاو سر میشید به همونجا رفتن نوروزگاه بوده به همونجا ما مایده بودیم 6 سالگیم ده با یادم که نام بردیم همونجا انا او قشلاق هم قرال قماز دیگر نموش کردم انا قزاق ای بالا اومد انا نماینده های قشلاق قزاق جمع میشدن نوروزگاه همونجا یک جشنک میگفتن حافظی میکردن و امروز که فصل نوبهار است بیا گل بر سر سنگ شاخسار است بیا امروز کشید قبا زمین از سبزه
باز کشید قبا زمین سبزه سه برگ میان آبشار است بیا. در هر گوشه و کنار منطقه رشت تنتنه‌های نوروزی ادامه دارند. یکی از زنانه‌های قدیمی در این منطقه گشتک دختران است. گل دختران ده در نزد یک حوله جمع شده ارغنچک بازی میکنند و هر دختر هنگام ارغنچک بازی کوشش میکند که از همه بلندتر الوانش خورد. نوروز را به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم. گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. به گفتگو به کلبه می آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا. بر زندگی نیامدی روز بپرسیشم، در زندگی نیامدی روز بپرسیشم. مردم کنون به فاتحه بری خدا بیا. واقعا از قدیم در این حالت خورسندی گل دختران حد و کنار نداشت. موردی می اومد که این پایبازی به بزم شعر و رقص و سرود تبدیل می یافت. گل دختران گردی هم جمع آمده با نوبت به خای می نشستند و برخی دیگر رقص سرود و دایره بزم می کردند. اگر قبلا در جشنواره‌های ملی بیشتر گل دختران به سر تاقی می‌کردند، امروز مردان نیز از پوشیدن تاقی‌های خاص منطقه وسیع استفاده می‌برند. این است که بانوان منطقه در برابر دیگر آمادگی‌ها به نوروز کار هنرمندی را نیز جانک نموده برای اخلاصمندان لباس ملی، انیق‌ترش تاقی‌های هرگونه و برای گل دختران کاکل‌های زیبا آماده می‌کنند. کار زبده‌خان ولی‌اوا نیز در این موسم زیاد می‌شود. کوکلوی مثال ناحیه رشتن اینا ای همه دیگه کوکلوی که در جمهوری اینا فرق دارن، برای که اینا ما ای رشتان زمین ای توپکاش و ای مهراش و ای همه چیزشو ما فرق داریم. ما همینا را 15 سال شد من در همه کسبه به همه شاگردان خود هنرهای خود می آموزم تا که ای بین نروند. این توقی ناحیه رشت ما نظر به دیگر ناحیه ها این فرق می فرقی کلان دارن. چه خیلی که دیده استاده ما اول اینا ای بسان نقش بندی مینیم، بعد وای به همین نقشایی که مثال در روی همین نقش تاقی آفریدن به همین گلدوزی شو مینیم، تیار شو که کردیم، بعد اینا را پیلتکش مینیم، بعد بعضی قد به این گردقتی به طورقتی میچسبونیم. سیمای زنی تاجیک دیگر میکنند. زنای تاجیک با پرگی فرق میکنند، با سیمای خودشون، با هنرهای تاجیکانه خودشون، خب با لباسهای ملی خودشون که هر یک زنی تاجیک باید با این افتخار کنه و سری بلند لباس خودش پوشد و فخر کنه که من هم خیلی لباس دارم. وقتی پوشاک خود ما میپوشیم، پوشاک ملت خود ما تاجیکی خود ما میپوشیم، ما نه اینکه گلدوزی ما کرته داریم تاجیکی یا قداو گریباندار میگیم، گریبان دارن. ما قزاقستان ما هم تاجیکی رفتیم نمیتونم نمالا گردی سر. البته می اومدن میگفتن بیت صورت بگیری اپایز باید بیت یک تا صورت بگیری. هر یک زنهای دهات نابسته به اون که هنرهای مردمی خودشون دارند در زندگی خودی تاجیکستان، باز در برابر مردانوار کار میکنند و از یک طرف دیگر زندگی خودشون میبرند. 50 تا به همین نوروز دختم من در همه هنرهایی که در همین جمهوری هستند من یگانه زنی که فعالانه اشتراک می‌کنم با همین هنرهای خودم. با جمهوری قزاقستان من سفر کردم با همین هنرهای خود، ایوجا با سری بلند اومدیم ما فروختیم. ما 100 پر کوکل 100 پر تری بنده کلمه مثال و یا را قطعی نه توقیامو ما در همون جمهوری قزاقستان بردیم و یا فروختیم، داد گریف کردیم با سری بلند در اینجا اومدیم. تاقی مردمی رشتان زمین اصلا شکل گرده رو دارد. قسم بالای تاقی گلدوزی شده به کنار قسم برای شیراز چسبانیدند و آشیه آن گلدوزی شده یک پهلوی آن را پوپکدار میکنند.
баъзан мувофиқ ба завқи одамон дар тоқиҳо рамзу навиштаҳо мемонанд. Ҳамаи ин дар маҳсули дастони ин бону эҳсос гардид. این گل ستارچه است که شکل ستاره صلح همه این در اینجا آفریدگی است که ما با نوک زخم سوزن خود ما همین نقشه آفریدیم. این نمودش گلی حرف ژ هست. این هم همین نمود هستن که این حرفی همین ژ با مانند گل قطعی ما همین استفاده بردیم درست کردیم. این اینجاش با کجک میگن، اینشا گلی کجک میگن. اینه هر یک زنی تاجیک باید هنرمند باشد. هر یک زنی تاجیک باید که برای فرزند خودش یگان هنری بیاموزد. ما از مادرم مثال نسکی بافی بود، هژمپر بافی بود، توقی دوزی بود، مثال گلدوزی ها بودند که ما در برابر این به همه این چیزا دست میزنیم و همه این چیزا را از وقتش میبرم. ما یا توقی را در شیشتگی امی توره و گیردش همه دوزم یکی از یک قینترکه یا 2 روز میکشد. 800 سوم تا 150 سوم میفروشم شد. دامید عرفه نورو. همچون زنی تاجیک من از این فخر هم میکنم که ما هم خیلی هنرهای ملی داریم که در دیگر جاها چنین که اپای زیبیده خون گفتن هنرهای تاجیکانه خود، هنرهای ملی خودمون در دیگر دولت‌ها بردن نشان میتیم و تاجیک بودن خودمون ما مثلا معرفی میکنیم. ما از این فخر هم میکنیم. ای جناب عالی با میندار هستیم که همین خیلی کارخونه را همین خیلی شرایط را برای زنان رشتان زمین بنیاد کرده که ای همه را به همین جلب چیدیان همه قفای زندگیشو حوزی کار کرده سودیم. این هنرمند باشی خور نمیشه. من 3 بچه و 1 دختر به همین نوک سوزن نه کلم کردم خوندم. این حوزی صاحبی همش کسب هنر است. اگر این یک پهلوی کاری بانوان باشد، پخت‌وپز انواع خوردنی خاصتا نانهای شیرمال و بولذت در این جشن ملی کدبانوها را سرتردد می‌کند و هر یکی آنها برای خوان نوروزی نان و کلچه‌های گرم آماده می‌کنند. وقتی ما وارد حوله یکی از کدبانوهای ماهر شدیم، او را مشغول نانپزی دریافتیم. به قول همدهگان این بانو بعضا نان‌های می‌پزد که در دسترخوان نمی‌غنجد. کدبانوی این خاندان در جشن و مراسم‌های همسایه‌ها و خویشاوندان نیز نان و کلچه، قلمه و حوله‌های شیری تیار می‌کند. چپوتی میکنیم، چپوتی رو تحت تنگ میکنیم. بعد در علوی تیز چپوتی رو میبندیم. بعد با گیردچه های غرمی ما رشتون زمین ما در تمام مملکت، در تمام جمهوری وای هستن، مشهور هستن. وقتی که اوچه میشورید من نگاهش میکردم، در پشتش قفاش میشتم نگاهش میکردم. بعد یک روز گفت که اچم که نون نداریم. بعد من خستم، گرفتم رفتم سرفه را تنه کردم، آرده بختم، کرسون شوریدم. گفتم که همین خمیر من چخل میه پناهک ای اچم. بعد دیدم که خمیرم خوش رو وقتی نونبندی اچم من خودم نرفتم، ای دور بجا شدم. یانگم گفتم که من همین خمیر کردم، اوچم بستش میتونه یا نمیتونه. که رفت کن خمیر رو علو کردن و بستن نونای خوش رو اومدن. انا بعد همونجا من یاد گرفتم، پناهک من خودم شوری دادم که من کو میتونم یا نمیتونم. همین یاد گرفتم، خودم حاضر به خود بسته شدم، فرزندام نشون دادم، کلنام نشون دادم، ای حاضر مشق داده شدم که مقصد اینا می رفته عذاب نکشیده یک اونجا. نونی با مزه یک خیلی آدم میکنه، خمیروش خسرو با یک خیلیش میرن خمیروش سخترن و نو شخ میوین. انا خمیرش کم ترشتله باشه نونش هم ملایی میکوگ میویه و هم با مزه میویه. با هر کسم خیلی میکنن و دستوری با هر کیبونونه. نانهای کلان کدبانوهای رشت کیها شهرت یار گشته است. هر یک بانو در بستنی گردچه کلان که 5-6 وجب می باشد بین هم سبقت می کنند. خسفتیر تیرکی، قاق فتیر، نان دیگی، پلاوگون، تحمال، فتیر و چپاتی و کلچه نامگوی انواع نانی‌اند که هنوز در منطقه رشت و سه استفاده برده می شوند. حوض اردو یگان کمبودی ندارد.
мешуришу шуру даминан та меброян савзай сумана горе мекани мемуни ру мегира алова да чабдон сармети мерай мебанди ягон камди надора аям майда ки шун духтарум на ба хамир фатир ба хели вай мекнем худмон нишун метен духтарумна духтаруй морам ҳамаш метунан мо духтарумна ҳамаи ҳунарро нишон метем баъд ба шавҳар метем чапоти дар нафиси чун ҳарира аҷоиб хубу беҳад беназира ба меъда заҳмате ҳаргиз наёрад аз ин рӯ хӯрданаш хеле савобай азизон 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 биё якҷо нишинем гирди хон биё якҷо нишинем гирди хон با گردی گرده چون آفتابه به هر گونه طعام جور باب است به معده زحمت هرگیز نیارد از این رو خوردنش خیلی ثواب است به معده زحمت هرگیز نیارد از این رو خوردنش خیلی ثواب است عزیزان عزیزان بیا یک جا نشینیم گردی خان بیا یک جا نشینیم گردی خان همین را باید گفت که فصل بهار نه فقط به دورشوی طبیعت بلکه یک واقعیت زندگی هست که به حیات انسان تراوت و نفاست تازه می بخشد. از این لحاظ ساکنان منطقه رشت چون دیگر ناحیه ها این جشن را با تنتنه تجلیل می کنند. گلدختران در این روز عید بهترین لباس خویش را که شباهت به بهار و نوروز است به بر نموده با بهترین آرایشات داشته خود را زینت می دهند. چند سال می شود که در همین هنرهای مردمی با این همی دخترها با نابیره ها با کهلانو قطی کار و فعالیت مینم. اینا قروقی می دوزیم، کرتای چکان می دوزیم، توقیای گلدوزی می دوزیم، زیک شیروزی می دوزیم. اینا همین چیزا رو مشغولیم. خودم خیلی در وقتش می رفتم پیش همون دوزنده ها که من از یک توقی نشون بده، از یک پوچه قروقی می رفتم نشونو می دادم. یکم همین شیروز یاد گرفتم. بعد یک توقی را یاد گرفتم. بعد قروقی هم تری بوی می دوخت. بعد انا این رو با آموختم. مرکز تعلیمی کلانسالا دخترای دهه های دوردست قطعی همه گرانت های پرزیدنتی را بسیارتر دسترس کرده سودیان گرفته سودیان که همه هنر منطقه رشت همه هنر گلدوزی رفیده دوزی قراق دوزی همه هنرها را از سر نو با احیا کنن روش بتیان همین طرح که طلبه صنف یک اینور سر منی یک دو و سه قطعی همین دخترها را هم تشپوشه منی می دوزن با ویرون مینن با جزیر مینن این همه خیلی میکنن من دایم نصیحت چو مینم هنر را بختون نمیکنه یه روز در کورتو میشوه هر یک کورسی ما 21 نفره 3-4 کورس میگیریم که هر یک امی دخترک یک هنر رفیده دوزی را توقی دوزی را قراق دوزی گل دوزی چکان دوزی همه ما با همین دخترها را میآموزیم باید گفت که انعنه لباسدوزی و ایای لباسهای ملی که یک جزء فرهنگ ملت محسوب می‌یابد همیشه مورد توجه خرد و بزرگ منطقه قرار می‌گیرد. این است که در حدود منطقه ده‌ها کارگاه‌های استحصال متاحف و لباسهای ملی عمل می‌کند که مردم به مشکلی از آنها در چنین جشنواره‌ها استفاده می‌برند. این چکان‌ها پوپوریانه این چکان و دست دختگیه دستی دختگیه بعد با این رشته های حضیره نیست ای با پیلا بریشه میکردیم رشته تیور میکردیم رنگ میکردیم این همی رنگ ها را ما میدوختیم حاضی با کرته را سر کردیم کرته قرمه نه که پیش قرمه کرته نبوده گلدوزی بود ولی قرمه میگن انا دیگر نو میگن
این مادرای ما باید خرما میگفتن پورا میگفتن خرما میکردن و هنرمندا بسیار بودن. مادرم تور میدوخت جوراب میبافت به سیخو مورا میکنیم امنورا باندی چودیر دوره میبافیم بعد کوکل دوره میبافیم نه بعد با مهره قطی روزشو میکنیم خراق دوزی میکنیم قطی دخترکو در یک جایی که برای جشن مراسم و برای نوروزی بسیارتر که در همین جشن نوروزی همین چیزای ما را به تماشا برورانه مقصد همین دخترکایی که خونشینن زنای آسیب‌پذیر زنای خونشینه به همین هنرها مشغول میکنیم جلب میکنیم. بغیر از این کارگاه‌ها بانوان باز در خانه‌ها نیز به رشد هنرمندی مشغولند. یکی به خراق‌دوزی مشغول است و دیگری به رفیده‌دوزی و یا جهازی روزگار. اوچه‌مون همه رفیده را به مشخور قطعی خورو را میچیدن همه مشخورو را دوره میکردن همون را رفیده میکردن آسته با مشخوری را بس کردن مقصد این همه رفیده پختگی از تیار میکنن این ایش با پخته های. یکی از عنعنه‌های قدیمی و سنتی مردم تاجیک در تجلیل عید نوروز تیار نمودن طعام علفی بهاری سومالک یا سومنک می باشد. سومنک از دیگر طعام‌ها کاملا فرق دارد. آن یک نوع طعام سرغذای خوشخور است که پختن آن در اکثر منطقه‌ها رایج است. زنان و دختران منطقه رشت نیز در خانه یکی از همسایگان جمع شده این طعام ملی را آماده می‌سازند. همین اولی که نوروز بهار سر میشه اول دو سومنک چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم. سومنک گندم میمونیم سوزا میدم اول میکتیم میده میکنیم بعد دیگه میشونیم شیرش میکنیم اردش میکنیم میپزیم وقتی که پخت تقسیم میکنیم. خوراک‌های ملی در نوروز پیش از همه سومنک بود. با همون کم بودی و با همون کم بغلی که بود سال 60 کم خوراکی بود دوره گشنگی بود البته او سومنک بود او البته بود بعدی وای آشی بریده بود آشی توپا بود شکرها بود همین چیزا در نوروز میکردن. در حالی که بانوان سومنک آماده میکنند همه سرجم آمده این خوراک ملی را که افاده کننده رمز بهار و نوروز است انتظاری میکشند. همین که سومنک آماده شد مردم از آن با نیت نیک فردای زندگی میچشند و به خانه هایشان میروند. اگر برخی از بانوان کاری سومنک پزی رو انجام میدهند قسمت دیگر به پخت و پز دیگر انواع خوردنی که خاصی نوروز و بهارند بند میشوند. در گذشته خوراک گندم کوچه و یا دلده طعام اساسی پهلوانان و چوگانبازان به حساب میرفت. گویا این خوراک به جسم و روح آنها قوت میبخشد. در منطقه مذکور این خوراک با نام کشک معمول است که آن را چون دیگر منطقه ها بانوان دسته جمعانه انجام میدهند. همی کشک خیلی انا ای همی گندم لوبیو ای که همی اشم هم تریم یوریم همی اوقات ملی تشکیل میکنیم. این شربرینجای همی گوه رو می جوشیم با برنج قطعی میپزیم شربرین میکنیم. این ویش اوتله خیلی ای کرم و لبلبو همی چیو نخوت میپزیم زباله میگیریم میدوزیم. ویشونه کدوره ای علفای بهاری نایمی گشنیچ پیاز همی چیزای کوهی ویشونه شیر کدوی کدوره به میپزیم شیر بعد میریزیم. یک نمود خوراک ملی کوچی میگن که او را از علف کوهی تیار کرده می شود. این چون همین خوراکایی که آماده میکنیم در فصل بهار بسیارش از علفهای کوهی تیار می شود. مثلا این کشکی ما کشکی سبز میگیم این در درونش علف در کوه اشوم میگن از همین کشک اشوم میاندازن که خوراک به نهایت با لذت میکنه و یک بوی خوش دارد. این چون از همین اشوم در شیرچوی را میاندازن. علف بهار نه جمیله که پدینه و
انا سبزوات میگیریم در دین همه در همین نوروزی آش بریده تیار میشه. خروکای ما ایمی خنون مید چی میکنیم میشینونیم نگاه بین میکنیم همین هر گونه اوقاتی میلی میکنیم همش ای محصولی همی انا کشتکاری خدمون خیلی نوروز ای قدیم آمدگی همی در آمدی بهار اول سمی سبزه میمونیم سمنک شیربرنج کشک اوتلف همی کدو همه چی محصولاتی چیمونو میکنیم. در برابر این در ایام نوروز در هر محل زنها دیگ‌های کلان مانده خوراک‌های ملی از قبیل شیرین‌بیه، شیرکدو، حلوا، سمبوسه و خانومه، آش بریده و آش توپه و غیره با استفاده از رستنی‌های شفابخش کوهستان مملکتمان که با بیدار شدن طبیعت زود نشونما می‌یابند و ارگانیسم را از هر گونه بیماری‌ها ایمن می‌دارند آماده می‌کنند. همین باید که زن ای عهده همی کیبونگی برایه این مالی من 3 کیل علمی اولیدار دارم در نتیجه که کار میروند مکتب نه درس میتین با کاری ریان میرن با میان با هم تخراکای ملی را میپزن ببین زوالا بریا نشون داد انا تلکنی را اینک چند سال شد من کار کرده سودم فقط آشی بریده مینن چند جماعت میشوه همیجا فقط میویم میکنیم نمیده کچار قطیم علایون قطیم این اطلاع مینیم با بیدار شدن طبیعت کاری زنبور پروران نیز آغاز می شود. همصحبت دیگری ما شهلا مظفر و که این شغل را پیشه کرده است خرسند از آن است که به بهار نو رسیدیم و به کسب دوست داشته‌اش ادامه بخشد. با گفت نامبرده طبیعت خوش آب و هوای رشت امکان می دهد که تعداد عائله‌های زنبوری اصل چندین برابر زیاد کرده شود. وقتی که زنده شوی طبیعت می شود تمام حیوانات بهار را دوست می‌دارد وقتی گل گیاه میشود چنین انسان هم مثال خوشحالی خودش دارد زندگی از سر نو میسازند خب عمر زنبور اصلا ما بگیریم تا 6 ماه است از یک چند روز تا 6 ماه میرود زنبورای کاری البته مادر زنبورش این میتواند که تا 3 سال تا 5 سال عمر بیند من خودم به حیث زنبور پرور همراه پدرم که من از کودکی کار میکردم و تا حاضر من کار کرده استم و زندگی خدمه یعنی که در دولت صلح داشتن در دولت تنج و آباد بودن زندگی خدمه به آرامی برده ایستادم که محتاج هیچ کس نیستم حاضر ما 50 عائله زنبور داریم که در فصل بهار الکی کار زنبور شروع می شود و ما اونها را مثال برای خواندن تیار میکنیم که زنبور خوراک بهاریش هم مثال کار میکنند میگیرد و اون را برای تقسیمات ما تیار میکنیم مثلا ما جدا میکنیم و یا را از کندوها یا اینکه از یشوک‌ها یا اینکه از خانه‌های خودشون تقسیم میکنیم اون چیزی که در زمستان و یا در خواب زمستان بودن البته به بهار شد و به فصل مثلا بهار در وقت کار هست اونا کار خودشون دوام میتین و ما برای جدا کردن زنبورها تیاریم. حقیقتا این وادی در برابر آب‌های صاف و مصفا باد و هوایی خیلی عجیب دارد. اگر در یک گوشه آن دهقانان به کشتکاری بهاری مشغولند، در گوشه دیگر زنبور پروران سرتشویشند. هوای امسال مساعد آمده ایستاده است و زنبور پروران باوری دارند که امسال حاصل خوب به دست میارند. ما شکری خشک میخوریم زنبورایی که این حال کار میکنند چون که در آینده برای محصولات خوش صفت گرفتن یعنی که اصلی طبیعی گرفتن زنبور باید که به قنداب یعنی که به دیگر خوراک‌ها جلب شود. خب و را اول نگاه بین میکنیم بعدا را مثال برای اصلی تازه گرفتن ما قطعی سر کار میکنیم. همین طریق باشندگان منطقه رشت هر لحظه حیات را غنیمت شماریده در این روز مبارک در آغوش طبیعت اسرارانگیز و فارم بهار سرجم میشوند و بزم ایدانه از قبیل سرودخوانی دایره بزم و دیگر آیین‌های نوروزی استقبال میگیرند.
مکانی بلبلانی چمنی تو میهن شاعران شیرین سخنی تو میهن شاعران شیرین سخنی چون صبح برایی و چون آب زلال چون صبح برایی و چون آب زلال قیمت زی همه هستی ای دنیا با منی قیمت زی همه هستی ای دنیا با منی ای وادی رشت جو نکم در جانت ای من صدقه بچکری و ای هم تارانت از نو دیو یلدمیش دیلم گو میزند ای چشمه خیر منک شوم مهمانت از نو دیو یلدمیش دیلم گو میزند ای چشمه خیر منک شوم مهمانت ای رشت مکانی بلبلانی چمنی تو میهن شاعران شیرین سخنی قیمت زی همه هستی ای دنیا با منی